بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، برادر سوال نمودند که هر کسی که از اهل توحید باشد و شرک اکبر را 100% کاملا ترک نماید و اما بعضی از نمود شرک اصغر را انجام داده باشد، حکمش در این دنیا و آخرت چگونه است؟ بارک الله فیکم. البته هر کسی که توحید را انجام داده است، توحید را به وجود آورده است، اصل توحید را دارد، شرک اکبر را ترک نموده است، اما شرک اصغر دارد، یعنی این دلالت میکند که نقص و کمبودی در توحید دارد، توحیدش به درجه کمال و به درجه مرتبه بالا و پوره نشده است، زیرا که شرک اصغر را انجام داده است. یگان نمود شرک اصغر به غیر الله قسم خوردن یا که ریا کردن و غیره، خودنمایی کردن. حکمش در این دنیا چیست؟ حکمش در این دنیا البته این گناهی کبیره است، باید توبه بنماید. توبه نمودن یعنی این عمل را ترک بکند، شرک اصغر را ترک بکند، از الله طلب مغفرت بنماید و اعتقاد بکند که این عمل عملی باطل است و از این عمل براءت جوید، یعنی ترکش کند، دور شود و دیگر به این عمل باز نگردد، توبه نماید. این گناهی کبیره است. هر کسی که توبه نمود، الله البته بخشنده مهربان است، می بخشد. اما کسی که توبه نکرد و وفات کرد، در حقیقت این مستحق عذاب است. گناهی کبیر، یعنی ما میگیم شرک اصغر گناهی کبیره است، معناش این است که از همه گناه بزرگ بعد از شرک این شرک اصغر است. دیگر گناه‌های کبیره بمانند مثلا شراب نوشی، غیبت و تهمت و کینه و عداوت و یا که میگویم نسبت مسلمان، یا که زنا و دزدی، اینها هم گناه کبیره است. اما درجه شرک اصغر از همه گناه‌های کبیره بالاتر است. اول شرک اکبر، بعد شرک اصغر، بعد دیگر گناه‌های اکبر است، کبیره است. برای همین علمای اهل سنت و الجماعت میگویند هر کسی که شرک اصغر را انجام داده است و توبه نکرده، با همین حالت انجام دادن شرک اصغر، یعنی شرک اصغر را انجام داده است و توبه نکرده وفات کرده است، این سبحان الله مستحق عذاب است، مستحق عذاب است. و کدام حالت نجات می‌یابد؟ کدام حالت نجات می‌یابد؟ اولین حالت این است که وقتی که انسان در روز قیامت محشر شود، یعنی حشر شود، در محشر به محشر حشر شود و از جمله کسانی باشد که اصل توحید را به جا آورده است، توحید را اصلش را به جا آورده است و این چنین به نهایت عملهای ثواب و حسنات زیاد دارد و اما یک شرک اصغر دارد. این عملهای حسنات و نیکویی خوب و ثوابش که بسیار بودند، شرک اصغر را نابود میکنند. خیلی که این سخن را شیخ سلیمان ابن عبدالله و این چنین شیخ عبدالرحمن حمد ابن عتیق و علی الخضیر در کتاب تحقیق تجرید التوحید و یا که ابطال التندید حمد ابن عتیق و غیر ذکر میکنند. انسانی که توحیدش اصلش آمده است، از اهل توحید است، ثوابهای بینهایت زیاد دارد، حسنات بینهایت زیاد دارد که از سبب زیاد بودن حسنات یک مقدار بزرگ حسناتش نابود می شود، به خاطر اینکه شرک اصغر را نابود میکند. یک مقداری عملهای صالحش، حسناتش در روز قیامت می آیند، شرک اصغر را نابود میکنند و این انسان
البته به سبب اینکه عملهای صالح زیاد داشت و از اهل توحید بود بخشیده می شود و از اهل جنت می شود. اما یک انسان می آید در روز قیامت که از اهل توحید است، از اهل توحید است، شرک اصغر دارد اما حسناتش هست و کم است و حسناتش، نیکویی عملهایش شرک اصغرش را نابود کرده نمیتواند و این انسان اول مقدار گناهش حتما عذاب میکشد. شرک اصغر را یا عملی زیاد کرده شما، حسنات های شما، ذکر شما، نمازهای شما، زکات شما، حج شما، امر معروف شما، نهی از منکر شما، تعلیم و تدریس شما، درس گرفتن و درس گوش کردن و فرساندن شما و دیگر عملهای شما اگر بسیار باشد نابود میکرد. اما اگر کم باشد، عمل نیکوی شما کم باشد، از اهل توحید انسان باشد اما عملش کم باشد، سبحان الله، به سبب شرک اصغر مستحق دوزخ و البته تا نابود شوی این خباثت شرک اصغر انسان عذاب میکشد. و سومین گروه انسان های هستند که در روز قیامت میآیند اصل توحید را دارند، شرک اصغر دارند و سبحان الله این چنین عملهای سیئات دارند، عملهای بد دارند، از گناه و معصیت عبارت است و اینها حتما تا پاک شدن شرکشان سبحان الله مستحق عذابند، یعنی عذاب میکشند در جهنم برای آنکه شرک اصغر را انجام دادند. پس ببینید که من و شما وظیفه داریم که باید شرک اکبر و اصغر را ترک نماییم. برای همین باید تعلیم بگیریم شرک اصغر و شرک اکبر، البته شرک اکبر و اصغر را تعلیم بگیریم و این نمود شرک ها را ترک نماییم تا که به عذاب دردناک گرفتار نشویم. بارک الله فیکم، حیاکم الله بیاکم.